روی صحبت هم با ایرانی‌های خارج کشوره. ما هممون فراموشکاریم. چرا ساکت نشستیم؟ الان که تو ایران نیستیم به خطری ما رو تهدید کنه. مگه به خاطر مشکلاتمون نزدیم بیرون؟ چرا صدای مردم داخل ایران نیستیم؟ هر سری دارن یکی از جوانای ما رو میکشن، دارن اعدام میکنن. الانم شروع شده. تنها کاری که شما کردین یه دونه استوری بوده. چرا بلند نمیشیم یه حرکتی بکنیم؟ هر کی رو میبینیم با یه ایکس ایگرت مشکل داره، میگه من با این نمیرم با اون نمیرم. نرو، ولی حداقل صدای بچه‌های تو ایران باشیم. واقعا باید خجالت کشید. تا کی میخوایم به هم دیگه بپریم؟ امروز محمد قبادلو، فردا رضا رسایی، بعدش مجاهد کورکور، بعدش فقط میخوای بیای گریه کنی یه استوری بذاری و بری. جوونامون دونه دونه دارن پرپر میشن. هممون باید خجالت بکشیم. توی کشورهای آزاد نشستیم، هیچ کاری هم نمیکنیم، هیچ کاری. فقط منتظریم همون روز تا یه چیزی اومد همه توی اینترنت، توی اینستا، توی توییتر شروع میکنن به پست گذاشتن. از قبلش باید یه کاری بکنیم، دست به دست هم بدیم از قبلش، نه همون روز، نه همون شب. باید یکی بشیم، نذاریم یه اتفاق بیفته. مردم تو ایران با این همه مشکلات جلو گلوله اسلحه وایسادن. اینا جونشونو دادن واسه آزادی من و تو. اینا کنار همدیگه ایستادن رفتن که واسه چی؟ واسه من، واسه تو برگردیم به کشورمون، آزادانه زندگی کنیم. واقعا هممون باید خجالت بکشیم. این اختلافا رو بذاریم کنار. من نمیگم با هر کسی بریم بشینیم، ولی با کسایی که وطن پرستن و کشور و پرچم شیر و خورشید و تمامیت ارضی رو قبول دارن یه صدا با هم دیگه متحد باشیم. بس دیگه این جنگ‌های درونی خودمون. این جنگ‌ها رو بعد از براندازی هم میتونیم انجام بدیم. واقعا هممون باید بریم وایسیم جلو آینه، با خودمون صحبت کنیم. باید به خودمون فحش بدیم، باید به خودمون ناسزا بگیم. بچه‌ها دونه دونه دارن پرپر میشن، باید به خودمون بیایم.